اسمشو چی بذاریم؟ هشت نقاش. درسته، هشت نقاش. سلام بچه ها، خوش اومدید به قسمت اول هشتکش. سلام بچه ها، خوش اومدید به قسمت اول هشتکش. خب بچه اومدیم با اپیزود اول هشتکش. اسمشو همین الان گذاشتیم رندوم، همیشه همینیم. خب برنامه‌مون چیه؟ آقا من مثلا برای اولین نقاشیمون این دوتا حیوان که حالا عکسش این کنار تو ادیت میاد دیده نمیشه، این کنار تو ادیت میاد و جلوی بچه ها میذارم. دوتا حیوان که دیدن و باید ترکیب ژنتیکشون رو روی کاغذ پیاده کنن، حالا هر چیزی که به ذهنشون میرسه. آره حالا یه ویدیو مثال هم این کنار شاید دیدیم. بس کن دیگه. یه ویدیو مثال هم این کنار حالا بنی براتون میذاره که کاملا متوجه بشین چیه. بریم سراغ اولین حیونا. خب این عکسشو این کنار میبینین همزمان که دارن بچه‌ها میکشن. نه این کنار منظورم این. آره آره خب شروع کنیم. خب آقا بند میشیم ببه کشیده بودیم، ببه هم حساب گذاشته بود. نه دیگه اینقدر جزئیات نداره. خب اول عکس اصلیش اینه. ناموسن شبیش نیست. نه تو داشت بای فیل اینجا چجوریه دیگه. اگر وسایل بیشتری داشتی اصلا نمیتونستی در بیاری، به قبول کن. ولی بخوایم قیافه‌ای بگیم، اول مال حسام نزدیک‌تره، بعد مال اهورا نزدیک‌تره، بعد رضا. هر کی به سلیقه خودش می‌کشه. مثلا اینو کشیده بود. ببین هوش مصنوعی گفته. گو خورده اونو گفته. یعنی که بازی نه هوش مصنوعی ولی اینو گفته دیگه. اینقدر 180 میتونه بگه بچه‌ش این شکل حامله میشه. اون نکته خوبی بود. هزار با کلا اینقدر بعد فیلم اینقدر واه باش خودی 80 سانت اندازه قدته یاره. خب آقا من بخوام به کار بچه ها نمره بدم، به این نمره نده شبیه باشه. آخه ما اصلا چیز خب باشه دو تا نمره میدم، دو تا نمره جدا. اونو بنی میده باشه من نمره‌ای که بر اساس درست حسابی بودن کشیدم میدم و همتون صفر. من گفتم تو درست حسابی نمیدی. نه واسه آقا نه جدی خدایی ریتی بده مثلا حساب انقدر. ببین پاهاش 5 تا پا داره و خرطوم نداره، قبول کن خرطومش جا پاهاشه. این دکشه. دکش بود سانسور شد گفتم بند میشه. به خاطر دکش بهت 8 میدم. نمرم تغییر نکرد، چرا حالا نمیدونم. به اهورا 7 میدم چون از خط زد بیرون. حساسم و خط زد عالی. ما رضا رو همچین چشم نداره، دماغش هم فقط یه دکه. نه ولی خداییش به تو هم 7 میدم. گوشه این نمره‌های بنیرم که میاد میبینین بر اساس شباهت به کار داریم. کسی تخمشم نیست که ولنتاینه، برو خودت خوش باش نمیخواد دلت باز. خب بریم سراغ بعدی. خب این که نه این. آقا بیا همینو بکشیم. صبر کن واسهتون استوپش کنم. بیا. خرس و لاک. خب بچه‌ها این عکس بعدی حالا نمیبینین، تو ادیت کنار میاد. خرس و لاک پشته. اینا که دارن دعوا میکنن. ببینید بابا شاید خرس لای اون لاکه طوفان گیر قبل از میکنه. آرامشه. گیر میکنه. تو خب شاید لاک پشته خرس رو میکشه. میکشه یا میکنه. بدتر شد که آقا بکش. شروع کنیم. بکش کسکش. خب آقا نقاشی دوم تمام شد. اول من به این هوش مصنوعیشو بهتون نشون بدم، تخم کنید. مال منه.
مال تو نیست. ما این پشتش لاکشه. به بنی نشون بده. نه به بنی نشون بده. این گربه است یا خرسه؟ این فقط برای آره بربری. خدای نه چون بچه‌ها چیز میمره کشیدی. دیدی دو نان تا بابا. خیلی جدیده ها همین دیروز خیلی دیدمش. جدید بود. خب اللحاظ هوش مصنوعیشو که بنی چیز میده نمره میده این دودولته. خب چی به تو چه؟ ببخشید خیلی بهت بیادبی کردم. کلین شدی. وای بس کن. خب همینجوریشو من بخوام نمره بدم یه چیز انگلیسی دارم گو میخورم. بذار من گوامو بخورم بعدم گوشو بخوره. 4 تا نبود. امتیاز نه 3 تا تصمیم گرفتیم که یکیشیم تایم ایز. آره خب من بخوام خودم به بچه‌ها نمره بدم به رضا که واقعا 4 میدم چون گربه کشیدی. آخه ببین چیزی هم داره حتی پشم گربه هم داره. مگه خیس نداره؟ مال خرس نداره، اینقدر درسته. نمایان نیست. نداره اصلا. بعد به باشه. چون باشه چون حسام اومده فونش کنه من بهت 7 میدم. من خیلی خرسه منم نینجا چیکارش میکشی کس فون. آره. فون. بعد به اهورا هم 20 که 3 در 10. من 20 نه ببین چون پشم کشیدی بعد لاکش ببین لاک حسام خدایی طبیعی تره به خاطر اون اینا لکه هاشن 9 میدم. اینا 9 داداش راضی باش دیگه خب خدایی بفرست بره. بفرست. خب بریم سراغ بونس و آخری. زنگ باشه کاش که یکی منم دوست داشت دلم کجا بمیرم دلم کجا بمیرم. این قراره پشماتون به بونس. نه می‌خواستی بگی انگلیس بگی. ببین این قراره- هر کاری می‌خوای بکنی این 3 تا ایوونو باید ترکیب کنی. 4 تا. نه داداش این دوتا خرسن. خب اینا 2 تا خرسن. دو تا با هم میخوابن دیگه این با اینه. منطقش عالیه. 3 تا خرس. 3 تا خرس. 3 تا ایوونو با هم ترکیب کن زیر تو پرت نکن. واکنش برق. خارباش که کونه شاره میشه یه کیلو. خب پوش گایدنش تخم میخواد. خب خیلی بد گفتم. خب چه اونوری میکنی میخوام ببینم خواهرتو. نه خواهر داشتی ساری. نگفتم من گفتم بچه خواهرتو. ساری. خب ترکیبشون رو اول ببینیم. آره داداش، پشماتون اونم داره. بریزه. چیه؟ خدای خوفه با اینکه عجیب مال من ولی غریب چیز کرده. کیوت‌تر از اینه. مال تو کیوتیه. خرس چرا نداره؟ داداش سیسش رو نگاه کن چقدر خرسه. داداش اصلا داداش من میگم سیس مال من خرسه تو میگی سیس. نه نگاه کن می‌خواستم خرس کیلو با دست و بزنم پاش بهت. زیاد راه نمیره دو پا خیلی بیا بیشتر. جلوتر عزیزم یکم. همین پا گرفته. نه خفن شد. جلوتر. یه میخوام قشنگه. نزدیکم باشی. جدی مال منه مال منه. دقیقاً همینه. دختر این چیه؟ آقا وایسا من نمره ها رو بدم و بونس رو تموم کنیم. بنی شباهت رو در نظر میگیره من بخوام کاری به تو نمره بدم. رضا خواهش من بذار من ببینم کار تو. باشه. اینده آقا اینه یا اینه؟ نه ببینم اونه ها. خب اوکی من فکرم با اینیه ریدم. خب خدایی بخوام نمره بدم این دفعه رضا بهتر کشیده. سیسش بالتره. رضا را 9 میدم. نه بفرست. شما دوتا هم 8. دلم کجا بمیرم دلم کجا بمیرم بذار بمیرم چه فرقی داره واسه تو ولنتاین فری من که آره چطور بابا این چه این زنا 5 هم نمیگیره. خوبه دیگه نه، این چیه ببین. الان؟ چیز شده این سیس چیزیشو نگاه کن خیلی بالا بچه خوب که رفت چیز رو شستنش نگاه باشو کن. پر کردن. راست میگه. اینو نگاه کن چه شبیشه. همینه. این نگاه کن. شباهت رو نگاه. آقا ما همینجا ویدیو رو به پایان میرسونیم تا بچه‌ها مغز من نگاهی. نه اینجا رو نگاه کن. جمله خود
این لوگومونه. جمله خدافزی. نه، ما نه. 8 ما زنا اینجا چی میگه؟ لیبل زنا رو بعدا افتتاح لیبل می‌کنه. زنا. نه عکسش هست نترس. لوگوش اصلا یالون زد. تمام. خب بفرست. بچه ها حرفی برای خدافزی داریم؟ آره من بگو. از اینا خریدم. میگم میخوایم خدافزی کنیم. خدافظ. عکسشو میده. خدافظ. حسام خدافزی؟ نه فان نیست که. نه این خیلی فان این نیست. حرکت خیلی قضیه خیلی نه چیپ قوله. ما آخه جمله خاص خودمون رو داریم. چی داری؟ خدافزی نمیداد. باز من چی بگم؟ نه ولی من جمله رو تغییر میدیم. یه چی بگو واسه خدافزی. بای بای. آهنگر دیدی چقدر خفنه. خواهرم زنگ وای زد. وای. ما رفتیم. خداحافظ. خدافز. ابرو حرف آخر. خب سلام. مرسی. فان شد. عالی بود. قرقه کم برم. داشت. اومد بالا پشما. خب من به عنوان حرف آخر میگم که خداحافظی خودش جلوه شد و اینا من حال فکر کنی کردم. قلبم از سنگ چون بلدی سمش کولک بازی باور کن نمیخوای با من باشی پس ولم کجا بمیرم